سلام و خوش آمدید به اخباری آزادی که آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما می‌کند. امروز 21 آگوست است و من زرنگزی نوروزشاه با همکارانم در این نشر برنامه در خدمت شماییم. نخست توجه کنید به موضوع گزارش‌های امروز. روسیه با هدف ثبت مهاجران در کمیساریات‌های حربی عملیات راه اندازی کرده است. مهاجران تاجیک میگویند این یک راه دیگری رشوه‌ستانی است. پلیس با ما گفت هر کسی 10,000 روبل دهد آزاد میکنیم. اگر ندهید شما را دوباره به بازداشتگاه پلیس انتقال میدهیم. مقامات پاکستان با حبس 10 نفر میگویند عاملان حمله دسته‌جمعانه بر نصرانی ها را جزا میدهند. آن چیزی را که از سر گذراندیم از یاد برده نمیتوانیم. شهر نیمه‌خالی و لغو سفر بروشان، جزئیات و انتظارات ساکنان و کارشناسان از سفر پرزیدنت تاجیکستان به ولایت مختار کوهستانی بدخشان. شروع میکنیم از یک خبر. رستم امامعلی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه با شهردار پکین این یون یادداشت دوستی و همکاری امضا کردند. با اطلاع خبرگزاری رسمی خاور در این ملاقات دو جانب به گسترش همکاری تجارتی و اقتصادی، جلب سرمایه به بخش‌های استحصالی و رشد سیاحی، تقویت رابطه‌ها در ساحه‌های معارف، علم و تکنیک و تندرستی تاکید کردند. هدف این سفر تقویت همکاری‌ها میان دو کشور دوست استراتژیک عنوان می‌شود. اما کارشناسان میگویند که یکی از هدف‌های اساسی آن معرفی رستم امامعلی به عنوان وارث احتمالی پرزیدنت امامعلی رحمان است. رسانه‌های چینی خبر داده بودند که سفر مذکور با دعوت ژائو لی، رئیس کمیته دائمی شورای مجلس نمایندگان چین صورت می‌گیرد. سفر رستم امامعلی به چین از 20 آگوست آغاز یافته تا 23 آگوست ادامه می‌کند. او با هواپیمای پرزیدنتی به چین سفر کرده است. در جریان عملیات میگرانت یا مهاجر که تخمیناً یک هفته این جانب در روسیه ادامه دارد، هزاران مهاجر بازداشت شده و صدها تن دیگر را برای اخراج از قلمرو روسیه آماده کردند. مقامات روسیه اصرار می‌ورزند که هدف از این اقدام ثبت نام مهاجران دارای شهروندی روسیه در کمیساریات‌های حربی است که عهده‌داری کنستیتوسیونی میباشد. اما در صحبت با تلویزیون نستایش ورمیا بعضی از مهاجران تاجیک گفتند عملیات یک راه دیگری اذیت مهاجران است. عملیات پلیس سنت پتربورگ در انبار سبزوات صوفیایی این شهر. Здравствуйте, мужчины. Документы готовим свои, пожалуйста. Уважаемые граждане, все готовим документы. Будьте добры, документы. هفته روان این گونه تفتیش در صدها مؤسسه و خوابگاه برگزار شده. مقامات روسیه اصرار می‌ورزند که عملیات میگرانت با موفقیت تطبیق می‌گردد. گفته می شود که 6,000 نفر برای پایمال نمودن قوانین مهاجرت بازداشت شده، 500 نفر منتظر اخراج از روسیه بوده است. انتقال مهاجران دارای شهروندی روسیه به کمیساریات‌های حربی را پلیس سنت پتربورگ از وظیفه‌های نو خود عنوان داده، خاطر نشان کرده است که این عهده‌داری در کنستیتوسیای این کشور ثبت شده است. Сотрудники МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия по линии миграции. تلویزیون نستایش شوریم با یک شهروند تاجیکستان که اثنای رید میگرانت روز یکشنبه 13 آگوست در مسکو دستگیر شده بود گفتگو کرد. این مهاجر تاجیک که نخواست نامش آشکار گردد یادآور شد که صرف نظر از بود و باش قانونی او را از خانه بازداشت و به اداره پلیس بردند. آنها تلفنم را گرفته مثل جنایتکار به دستانم زولانه زدند. ما را به شعبه سیوم سرریاست پلیس مسکو بردند. ما را در آنجا در یک قفس خرده که همگی 8-9 متر مربع بود 24 ساعت بدون غذا و بدون خواب نگه داشتند. کجا خواب؟ امکان 6 تن هم نبود. حقوق شناسان روس میگویند هر فردی که شهروندی روسیه را گرفته است باید خود را در کمیساریات حربی ثبت کند. استثنا شهروندان تاجیکستانند که طبق سازش میان تاجیکستان و روسیه در حال ادای خدمت حربی در وطنشان از خدمت حربی در روسیه آزادند. همچنان خارجیانی که شهروند روسیه شده اند مثل روس‌ها حق دارند که زمان خدمت حربی را به تأخیر گذارند. به قول کارشناسان و مهاجران همین عامل به مقامات روسیه
امکان وسیع برای سوء استفاده از وضعیت را فراهم می‌آورد. ما تا ساعت 8 بیگاه منتظر بودیم. ما را به دادگاه برده گفتند که با قرار سود هر یکی ما 5000 روبلی جریمه میشویم. ولی دادگاه دایر نشد. پلیس به ما گفت هر کسی 10000 روبل دهد آزاد میکنیم. اگر ندهید شما را دوباره به بازداشتگاه پلیس انتقال میدهیم. 90% بازداشت شده ها پول را داده جان خود را خلاص کردند. با آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین، حامیان حقوق بارها شکایت کردند که مقامات روسیه اجباراً مهاجران را به جنگ اوکراین می‌فرستند. مهاجران یکی از گروه‌هایی میباشند که هدفمندانه برای خدمت در ارتش جلب میشوند. این عمل با استفاده از تشویق یعنی شهروندی و معاش خوب و تهدید یعنی اخراج به وطن، منع ورود به روسیه و یا نگهداری طولانی در بازداشتگاه‌های موقتی صورت میگیرد. گفتنی هم که چند فشار بالای مهاجران زیاد شود، همانقدر سفربری به ارتش از حساب آنها افزایش می‌یابد. هفته گذشته در گوشه‌های مختلف روسیه عملیات تفتیش و بازداشت مهاجران برگزار شد که ظاهراً هدف آن در نهایت امر سفربری مهاجران به جنگ اوکراین میباشد. شما اخباری آزادی را تماشا دارید. مقامات پاکستان بعد از حمله توده‌های خشمگین مسلمان به کلیسا و خانه مسیحیان در جرانوالا، سیرحالی‌ترین شهر ولایت پنجاب، کمش 170 کس را دستگیر کردند. حمله روز 16 آگوست امسال صورت گرفت. ناراضیان گفتند گویا 2 نفر از اهالی جرانوالا به کتاب مقدس مسلمانان توهین کردند. حالا مردم به خانه‌های ویران شده برمیگردند، ولی میگویند احساس خطر میکنند. چرا؟ گزارش صدای امریکا را همکارم کیومرسی اتو تقدیم میکند. اشک میریزند و یکدیگر را به آغوش میگیرند و دعا میکنند. بازگشت صاحبان خانه‌های ویران شده در جرانوالا پاکستان. ادعای آنکه 2 مرد مسیحی در اینجا به قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، توهین کردند باعث به خشم و اعتراض صدها مسلمان شد. در حالی که اعلان حمله به ما از مسجدها بلند می شد، پلیس 10-15 دقیقه وقت داد که اینجا را ترک کنید. مسیحیان جرانوالا میگویند خانه هایشان سوخته و خاکستر شد و همه آن چیزی را که سالهای دراز جمع آورده بودند از دست دادند. باید دخترمان را توی میکردیم. برایش زر و زیور خریده بودیم. همه این پول نقد، تجهیزات برقی و اشیاء ساختمانی را که برای بنیاد خانه گرفته بودیم دزدیدند. کلیسای کاتولیکی ویران شده است و مسیحیان اینجا دیگر مکان عبادت ندارند. مسئولان حکومت ضرری رسیده را حساب میکنند. هر یک عائله کمش از 700 تا 1000 دلار زیان دیده است. بعضی ها بیشتر از 5000 دلار ضرر دیدند. بعضی از زنان و مردان زیر آسمان باز و در هوای گرم اشیای باقی ماندهشان را پاسبانی میکنند. روحانیان از کلیسای شهرهای دیگر برای ابراز همدردی می آیند. آنها عدالت می خواهند. از حکومت پاکستان درخواست می کنم که نه تنها اظهار تسلیت بکنند یا محکوم نماید، بلکه راه حل مناسب را یابد. تا وقت شخصان گناهکار در این قضیه جزا نگیرند، چنین عملها ادامه خواهند یافت. در گذشته نیز در پاکستان چند حمله ضد مسیحیان اتفاق افتاده بود، ولی مقامات به آنها کمتر واکنش کردند. بد اخلاق‌ها با رفتار خود تصورات نادرست را درباره اسلام به نمایش می‌گذارند. ماموران پلیس شهر جرانوالا را نظارت می‌کنند، ولی ساکنان می‌گویند که دیگر هیچگاه خود را امن احساس نخواهند کرد. آن چیزی را که از سر گذراندیم از یاد برده نمی‌توانیم. برمیگردیم به تاجیکستان. شوراهای شدید امنیتی شهر نیمه‌خالی و لغو سفر به روشان. برخی از ساکنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان بازدید رئیس جمهور را از منطقه چنین تصویر کردند، چیزی که رسانه‌های دولتی درباره‌اش گپ نمی‌زنند. امامعلی رحمان طبق نقشه از 15 تا 18 آگوست امسال به چند گوشه بدخشان از جمله به شهر خوروغ سفر کرد. این سفر اولین پرزیدنت پس از حادثه‌های خونین ماه می سال 2022 در ناحیه روشان و خوروغ بود. سفر مذکور به بدخشان چی تفاوت و چی پیام داشت؟
برای دریافت تفصیلات بیشتر همکارم میرزانبی خالقزاد به استودیو دعوت شده است. میرزانبی، بعضی از رسانه‌ها با توجه به سفر امام علی رحمان به بدخشان آن را غیر عادی نامیدند، اما خبرگزاری‌های دولتی تاجیکستان آن را مقرری خواندند. این سفر چه ویژگی‌ها داشت؟ سلام زرنگیز، سلام بینندگان گرامی. رئیس جمهوری تاجیکستان در این سفر چون همیشه چندی از انشاءات نو را کشاد که از حساب صاحبکاران و یا سرمایه‌های دولتی برای کارمندان نهادهای حفظ حقوق و بیوجتی‌ها ساختند. در هر ناحیه با ساکنان به گفته مقامات فعال که بیشتر از رئیس جمهوری و نمایندگان حکومت ستایش می‌کردند نیز واخورده است. در نظر اول سفر امام علی رحمان به ولایت مختاری کوهستان بدخشان بسیار مهم بود، چون پس از یک سال حادثه‌های خونین در روشان و خاروخ صورت گرفت. هنگام سرکوب اعتراض ساکنان در ماه می و ایون سال 2022 کمش 34 نفر کشته شد و ده‌ها کس بازداشت و به مهلت‌های دراز زندانی شدند. اما اشتراکداران واخوری با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان میگویند وی در سخنرانی خود از دستاوردهای حکومتش در این ولایت در 30 سال اخیر گپ زده به حادثه‌های سال گذشته اشاره نکرده است. رئیس جمهور وعده رشد من بعده ولایت را داده است. این است. بله، به هر حال ویژگی‌های نیز بودند یا نه؟ سوالی اساسی این است میرزانبی. ببینید، چندی از ساکنان ولایت روز 21 آگوست در صحبت با رادیو آزادی سفر امام علی رحمان را به منطقه به طور گوناگون تفسیر کردند. مثلا یک روزنامه‌نگار محلی به ما گفت پیشتر فقط یک گروه از مردم شاید آمدن او را خوش نداشتند، ولی اکثریت صمیمانه پیشواز می‌گرفتند. امسال در خاروخ، روشان و ناحیه‌های راشقله روحی یگانه حاکم بود. سببش حادثه‌های خونین سال گذشته و دولتی شدن بعضی از انشاءات وابسته به بنیاد آقاخان است که ما در رابطه به این گزارشات داده بودیم. به قبل مصاحبه رادیو آزادی در ناحیه‌های ونج و درواز که در حادثه‌های اخیر زیان ندیدند و با کوشش وزیر صنعت واخوری طبق عنعنه خوب گذشته است، اما چاره‌های سخت بی‌خطری بیانگر آن بودند که از امنیت پرزیدنت سخت خواطر بودند. و افزود که یک روز پیش از رسیدن پرزیدنت تمام اداره و دکان و بازار و راه‌ها را در خاروخ بستند. در شهر آوازه پخش شد که زنان روشان قصد دارند با لباس سیاه به پیشواز پرزیدنت برآیند و ناراضگی خود را ابراز کنند. مصاحبه ما می‌افزاید نمی‌داند این حقیقت بود یا نه، اما سفر پرزیدنت به ناحیه روشان بیکار کرده شد. ولی یک منبع آگاه در حکومت ولایت مختاری کوهستان بدخشان سر و صدا را درباره نقشه نمایش اعتراضی در روشان رد کرده گفت سفر رئیس جمهور به چند موضع به دلیل وضع سلامتیش بیکار شده است. این مصاحبه ما همچنین گفت طبق نقشه رئیس جمهوری باید 9 جای را میدید ولی همگی به 4 جای رفته است. انشاءات باقی مانده را به جای او اعضای هیئت از دوشنبه گشودند. و گفته وی در عموم سفر آرامانه گذشته است، هرچند خفی آن بود که در راشقله یا در خاروخ به سبب حادثه‌های سال پیش هنگام ملاقات با فعالان حالت غیر چشم‌داشت به وقوع بیاید، اما هیچ کدام از این حالت صورت نگرفت، همش زیر نظارت بود، افزود این منبع ما. بله. تشکر. بینندگان ارجمند، همکارمان میرزانبی خالقزاد درباره سفر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به ولایت مختاری کوهستان بدخشان تفصیلات داد. معلومات بیشتر را در این باره شما میتوانید در سامانه آزادی پیدا کنید. برنامه را با یک خبر به پایان میبریم. در مسابقات بین المللی جودو زاگرب گرند پریکس 2023 که روزهای 18-20 آگوست در شهر زاگرب خرواتیا برگزار شد، هر دو پهلوان تاجیک اوبید جیبوف و جهانگیر مجیدوف ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. در مسابقات زاگرب گرند پریکس 2023 530 ورزشکار از 83 کشور 5 قاره عالم شرکت کردند. سپاس بیننده عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را با عکس و ویدیو در وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیوی آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک و یوتیوب پیدا و تماشا کنید. خوب و خوش و کامگار باشید و خدا نگهدار شما.